ببین، ماجرا از سال 1896 شروع شد. یک کشاورز توی نیوزلند یه فکر عجیبی به سرش زد. گفت بیام چند صد تا گوسفند رو ببرم یه جزیره خالی، اونجا پرورشش بدم که پشم بدنشون رو بفروشم. همونجا بود که حدود 400 تا گوسفند مارینو رو برداشت و فرستاد به یه جزیره متروکه به اسم کمبل آیلند. یه جزیره سرد پر از باد بدون هیچ انسانی. اولش فکر میکرد همه چی طبق برنامه پیش میره، ولی نه، اون پروژه شکست خورد و کشاورز جزیره رو ول کرد. گوسفندا موندن تنها وسط باد و بارون و سرمای عجیب اون منطقه. سالها گذشت، کسی سراغ اون جزیره نرفت تا اینکه حدود 75 سال بعد دوباره یک گروه رفتن اونجا و چیزی دیدن که همه رو شوکه کرد. گوسفندا هنوز زنده بودن، نه تنها زنده بلکه بزرگتر، قویتر و وحشیتر از قبل شده بودن. بدناشون پر از پشم ضخیم، چشماشون وحشی، رفتارشون کاملا فرق کرده بود. انگار دیگه اون گوسفندای معمولی مزرعه نبودن، یه نژاد جدید شده بودن. اما سوال اینه، چطوری زنده موندن؟ توی جزیره بدون غذا، بدون پناهگاه و بدون آدم. خب این همون چیزیه که میخوایم توی این ویدیو با هم کشف کنیم. فقط قبلش اگه از این داستانه واقعی و عجیب درباره حیوانات خوشت میاد، لطفاً یه لایک بزن و کانال رو سابسکرایب کن که بتونم از این ماجراهای باور نکردنی بیشتر برات بیارم. جزیره کمبل توی جنوب اقیانوس آرامه. اولین بار یه ناخدای استرالیایی اونو پیدا کرد و چون کشتی مال خانواده کمبل بود، اسم جزیره رو گذاشت به اسم خودشون. یه مدت اون جزیره رو برای شکار فوک و نهنگ استفاده می‌کردن، ولی بعدش گفتن خب بیایم اینجا گوسفند پرورش بدیم. اولین نفر یه آقایی بود به اسم جیمز گوردون که از دولت زمین رو اجاره کرد و با خودش حدود 400 تا گوسفند رو برد اونجا، اما کارش نگرفت و ورشکست شد. بعد یک کاپیتان به اسم تاکر اومد و پروژه رو ازش خرید. اون با 3 کشتی دیگه در مجموع حدود 3000 گوسفند مارینو فرستاد اونجا. تا سال 1913 جمعیت گوسفندا به حدود 8000 تا رسید. چون جزیره پر از گیاهای خاص بود، مخصوصاً یه سری گیاهای غول‌پیکر به اسم مگاهرب که نور خورشید زیادی جذب کردن و باعث می‌شدن گوسفندا رو راحت‌تر زنده بمونن. ولی با گذشت زمان این گیاها کم شدن، خاک ضعیف شد، غذا تموم شد و جمعیت گوسفندا افت کرد. تا سال 1931 دیگه پروژه کاملاً شکست خورد و همه کارگرها جزیره رو ترک کردن. فقط یه مشکل، گوسفندا رو اونجا ول کردن. اونا باید پشم چینی می شدن چون بدنشون برای زندگی در طبیعت ساخته نشده بود. بدون اصلاح پشم وزن بدنشون زیاد می شد و حتی میتونست باعث مرگشون بشه. مثلا یه گوسفند واقعی به اسم باراک توی استرالیا پیدا شد که سالها پشمش کوتاه نشده بود. اونقدر پشم داشت که نمیتونست راه بره یا حتی چیزی ببینه. وقتی پشمشو زدن حدود 35 کیلو فقط پشم از بدنش جدا شد. برخلاف خیلی از دامهای دیگه، حتی اگه یه گوسفند از دست یه شکارچی فرار کنه، بازم ممکنه بعدش از ترس یا آسیب بمیره. گوسفندا حیوانای خیلی حساسی هستن، واقعا شکنندن. اما تو جزیره کمبل شرایط عجیب و خاص اونجا باعث شد گوسفندا زنده بمونن. جزیره با صخره‌های سنگی محاصره شده بودن و بادای خیلی شدیدی می‌وزید، اونقدر قوی که حتی مگس‌ها نمیتونستن اونجا زندگی کنن. سال 1913 جمعیت گوسفندا به اوج خودش رسید، ولی تا 1931 کم کم به خاطر کمبود غذا شروع کردن به کم شدن. اما اتفاق واقعی اون بخش عجیب و شگفت‌انگیز ماجرا بین سالهای 1931 تا 1958 بود. یه دوره‌ای که هیچ آدمی اونجا نبود، ولی جمعیت گوسفندا دوباره زیاد شد. اونم بدون هیچ دخالتی از سمت انسان. وقتی گله رها شده بود، اولش
خیلی هاشون مردن. اونایی که نتونستن خودشونو با محیط جدید وفق بدن حذف شدن. ولی اون گوسفندایی که یه ویژگی خاص برای زنده موندن داشتن موندن و نسلشون رو ادامه دادن. اونطوری نسل به وجود اومده کاملا با طبیعت وحشی سازگار شده بود. در نهایت فقط قوی ترین ها زنده موندن و از اونجا به بعد جمعیتشون دوباره رو به رشد رفت. تو اون زمان چون تعدادشون کم شده بود گیاهای جزیره دوباره رشد کردن و این باعث شد غذا بیشتر بشه. از طرفی هیچ شکارچی هم اونجا نبود، پس هیچ خطری تهدیدشون نمی‌کرد و این شد که به مدت 40 سال این گوسفندا کاملا آزاد زندگی کردند. خودشونو با سرما، باد و محیط وحشی جزیره وفق دادن بدون حتی یه ذره کمک از انسان، در حالی که در ابتدا کاملا به انسان وابسته بودن. اما سال 1975 وقتی انسان‌ها دوباره برگشتن تا گوسفندا رو جمع کنن، با صحنه‌ای روبرو شدن که باورش سخت بود. گوسفندا از نظر ظاهری شبیه همون نژاد قبلی بودن، ولی در واقع یک گونه کاملا جدید شده بودن. بدنشون تغییر کرده بود. پاهاشون بلندتر، سرشون رو بالاتر نگه می داشتن، پشمشون خشنتر و زمختر شده بود و حتی فک‌هاشون هم تغییر شکل داده بود، چون مجبور بودن گیاهای سفت و خشن جزیره رو بجوان و تیکه تیکه کنن. وقتی دانشمندا سعی کردن بهشون غذای معمولی بدن، گوسفندا بلد نبودن بخورنش. هی تلاش میکردن علوفه رو بکشن بیرون و پخش میکردن همه جا. مجبور بودن علوفه ها رو بسته بندی کنن تا گوسفندا بتونن همونطوری که تو طبیعت یاد گرفته بودن بخورن. رفتارشون هم کاملا عوض شده بود. مثلا ایستاده زایمان میکردن و بره ها فقط چند دقیقه بعد از تولد میتونستن راه برن. حتی در برابر 2 بیماری خاص مقاوم شده بودن و پشمشون رو به صورت طبیعی میریختن مثل اجداد وحشیشون. ساعات چراشون هم باور نکردنی بود. از 4 صبح تا 11 شب مشغول خوردن بودن بدون توجه به سرما یا باد. وقتی باد شدید می اومد پشتشون رو به باد میکردن و ادامه میدادن به چرا. این عادت باعث شد همیشه غذا داشته باشن و زنده بمونن. با گذشت زمان دولت تصمیم گرفت جزیره رو به یه منطقه حفاظت شده تبدیل کنه. سال 1954 کمبل به طور رسمی منطقه طبیعی حفاظت شده اعلام شد و دادگاه دستور داد همه گوسفندا از اونجا حذف بشن. تا سال 1958 یه تحقیق علمی نشون داد جمعیتشون کمتر از 1000 تا شده، ولی بازم شروع کردن به زیاد شدن. برای همین دولت تصمیم گرفت وسط جزیره یه حصار بزرگ بکشه و تیم‌هایی رو فرستاد تا بخش زیادی از گله رو حذف کنن. برای حذف گوسفندای جزیره چند عملیات انجام شد. در مجموع حدود 3000 تا گوسفند از بین رفتن. تا اواخر دهه 1980 آخرین گوسفندا هم از جزیره حذف شدن. خیلی از مردم از این موضوع ناراحت بودن، ولی واقعاً این کار لازم بود تا محیط طبیعی جزیره از بین نره. با این حال همه گوسفندا کشته نشدن. توی عملیات نجاتی که بین سالهای 1975 تا 1976 انجام شد، 10 تا از گوسفندا رو زنده گرفتن و برای پرورش به نیوزیلند بردن. جمع کردن این گوسفندای وحشی کار آسونی نبود. اونقدر خشن و وحشی شده بودن که دانشمندا به زور و با ترفندهای مخصوص تونستن کنترلشون کنن. در نهایت موفق شدن 58 تا ازشون رو به یه منطقه جدید منتقل کنن. این گوسفندا که به نیوزیلند رسیدن از گوسفندای معمولی خیلی بزرگتر بودن. از نظر ظاهر شاید شبیه گوسفندای اهلی به نظر می اومدن، ولی بره‌هایی که به دنیا می آوردن کاملا متفاوت بودن، انگار از یه دنیای دیگه. اما نگهداری ازشون خیلی سخت و پرهزینه بود. از بین اون 58 تا وزارت کشاورزی فقط 10 رسته قوی‌تر رو انتخاب کرد و اونا رو با قلاده‌های مخصوص سگ به نرده بست تا بتونن کنترلشون کنن. بعد دانشمندا دونه دونه با دست خودشون این گوسفندا رو از یه تپه به فاصله حدود 2 کیلومتر حمل کردن تا برسوننشون به کشتی. تصور کن گوسفندا رو یکی بلند می‌کردن
و تا ساحل می‌بردن. در نهایت گوسفندای کمبل از جزیره خارج شدن و نسلشون به عنوان یه نژاد خاص و نادر توی نیوزیلند حفظ شد. ولی سال 2017 یه اتفاق عجیب افتاد. 5 تا از همین گوسفندای کمیاب دزدیده شدن و جمعیتشون فقط به 30 تا رسید. صاحب گله خیلی ناراحت شد چون این گوسفندا یه ارزش ژنتیکی خاص و منحصر به فرد داشتن. بدتر از همه این بود که بعضیاشون باردار بودن و فقط 2 هفته مونده بود تا زایمان کنن. اون باور داشت که دزدا فقط به خاطر گوشتشون این کارو کردن. با این حال گوسفندای باقی مونده هنوز زندن. دارن زندگی میکنن و تولید مثل میکنن تا این تبار نادر از بین نره.